دادستانی کل تاجیکستان در رابطه با حادثه ناپدید شدن شهرت اسمت‌اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانک، یکی از بزرگترین بانک‌های تاجیکستان با اتهام آدمربایی پرونده جنایتی باز کرده است. شهرت اسمت‌اللهیف ساعت تقریبا 8 شام 23 میلیون سال 2023 از نزد منزل استقامتیش در کوچه شکوفان نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه از جانب افراد ناشناس با یک ماشین خونده صنعت رنگش سیاه ربوده شد. در یک سندی که روز 26 ایون دسترس رادیوی آزادی شد، این حادثه آدمربایی از جانب گروه متشکل ناشناس نامیده شده است. در این سند گفته می شود که ظاهرا این گروه از چند روز پیش طرح ربودن بانکدار تاجیک را داشتند. از جمله ماشینی که با آن اسمت‌اللهیف را بودند روز 2 ایون نیز از ساعت‌های 15:00 تا 18:00 در اطراف خانه او مشاهده شده است. این به معنی است که آدمربایان از چند روز پیش از قفای اسمت‌اللهیف میپاییدند و منتظر فرصت مناسب بودند. در سند گفته شده است که زمان شهرت اسمت‌اللهیف از منزلش بیرون میشد، او را 4 نفر با زوری به ماشین خونده صنعت رنگش سیاه سوار کرده طریق خیابان رودکی به سمت محله خوجنبیای بالا بردند. کامراهای نظارتی گذشتن ماشین از بازار کوشانیان را ثبت کردند، ولی دیگر هیچ جای آن ماشین دیده نشده است. رقم ماشینی که این گروه استفاده کرده است قلبکی بوده است. فعلا عملیات برای پیدا کردن بانکدار تاجیک در نواحی اطراف پایتخت جریان دارد. شاهدان عین در صحبت با رادیوی آزادی از افزایش نیروهای انتظامی در درآمدگاه غرب و شمال پایتخت خبر دادند. در شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه نیز تصدیق کردند که شهروند ناپدید شده از محله 8 مارت را جستجو دارند، ولی تفصیلات دیگری ندادند.